یکی از عزیزهای خدا حکایت میکنه مثل این جوانهای ما برین، میگه در جوانیم من یک شخصیت تجارتگار بودم، یک انسان بیزنسمن بودم، دارنده بودم. کاری هر روزه من میگه سر و بدن زیبا کردن، لباسهای زیبا پوشیدن و دقیقی کوچه گشتن بود. تا اینکه امروز جوانها هم عادت داره وقتی از خانه بیرون شدنش سرش شانه میکنه، لباساشو چقدر زیبا میکنه، چه خوشبویی میکنه، تا اینکه یک دقیقی کوچه برآمد یگان دختر دیدش نگاهش کنه. گفته این حضرت میگه من خودم زیبا میکردم، لباسی زیبا میپوشیدم، جوان بودم، مغرور مست، دقیقی کوچه میبرآمدم. میگه روز چنین خودم زیبا کردم، در کوچه برآمدم دیدم یک دختر بسیار زیبا، دختری نورانی، دختری محجبه، یعنی حجاب و ستر رعایه کردگی و از تگ چادر اون شعله نورش نمایان بود. در قد کوچه نمایان است. میگه اون دختر من نگاه کردم، اون دختر که صالحه و خدا ترس، میگه سرش پایان کرد، من اهمیت نداد، من نگاه نکرد. میگه من بسیار نگاهش کردم، آمد با پیشم گذشته رفت، چیزی از وی پرسیدم با من صحبت نکرد. بعد از اون میگه آهسته آهسته از خفاش رفتن گرفتم. در اصل وقتی انسان با یک شخصیت دیل ببنده از خفاش میره کو در کجا میدر آمده باشه، تا اینکه بپرسه که وای دختری کی بود، دختری کی هست، از کجا هست. میگه از خفاش رفتن گرفتم آهسته آهسته. بعد از اون میگه کمی رفتم، اون دختر احساس کرد که من از خفاش هستم. بعد از اون میگه دجاش ایستاد، گشت گفت برادر، گفت از خفای من کجا میایی؟ چی مقصد داری؟ از من چی میخواهی؟ میگه گفتم که من به تو عاشق شدم، من محبت تو، عشق تو در دل من جا گرفته، من تو را دوست داشتم. میگه این دختر گشت گفت ای جوان، گفت تو با چی چیزی من عاشق شده ای؟ میگه نگاه کردم بسیار چشمهای گردی بزیب داشت. گفتم ای دختر من با چشمهای تو عاشق شدم، چقدر چشمهای زیبا داری، چشمهای بزیب داری. میگه این شخصیت گفت، این دختر گفت ای جوان، گفت میخواهی که من ترا به مقصدت برسانم، به آرزوت برسانمت؟ میگه دل من انیقه که این دخترم تسلیم شد، راضی شد در برابر من. گفتم البته من میخواهم که به آرزو و مقصد من برسانی. میگه این دختر گفت همینجا کمی ایست، من ترا همین لحظه به آرزوت میرسانم. اون جایی میگه ما ایستاده بودیم، البته بری راه بود، یک در هوی بود، یک دروازه. این دختر میگه در همون دروازه داخل شد، از بین یک کمی گذشت، از اون دروازه میگه یک غلامزن سال رفته در دستش یک طبق، در بالای طبق یک رومال بار کرده بیرون شد. من دید که یک جوان ایستاده. گفت ای جوان، با چشمهای همون دختر زیبا شما عاشق شده بوده؟ میگه گفتم بله من عاشق شدم. بعد از اون میگه این زن رومال از بالای طبق گرفت، من دیدم که در درون طبق چشمهای اون دختر گذاشته شدند. این دختر داخل خانه شد، این زن حکایت میکنه، داخل خانه شد، چشمها را از سر گرفت و در طبق گفت یک جوان با هم چشمهای من عاشق شده، بربطه تا اینکه با مقصدش برسه. میگه این حادثه را دیدم وجود من لرزه فرا گرفت. به خانه را آمدم، میگه به خود نمی آمدم، اون شب تا سحر خوابم نبود. وقتی سحر شد میگه در حال خیستم، راست نزدی در این شخصیت آمدم، در زدم. میگه همون پیرزن در کشاد بیرون شد. گفت ای جوان با چی میخواهی؟ از اون دختر چی میخواستی برات داد، با چی میخواهی؟ کجا آمده ای؟ گفت بخشش مادر، من بخشش پرسی آمدم، من خواستم که از اون دختر بخشش بپرسم که برای ما خوشه اینقدر آزار داد، اینقدر عذاب داد خوشه. میگه این پیرزن گفت که ای فرزندم، گفت دیر کردی. اون دختر همون دیروز وقتی چشمهاش از سر گرفت و برای تو داد، یک دعا کرد و بعد از اون دعا جان داد. ما دیروز او را در خاک سپاریدیم. دعاش چی بود؟ دعای او دختر این بود که ای پروردگار، این چشم، این جسم و بدنی که سبب گناه کردن یک جوان میشود، من از این بیزار هستم. ای پروردگار، من نمیخوام که از روی من یک جوان جهنمی و دوزخی بشود. پروردگار اگر از تو از من راضی باشی، همین امانت جان از بدنی من بگیر. من در این دنیا دلتنگ شدگی هستم، من دیگه در این دنیا زندگی نمیخواهم. میگه همین جمله ها را میگفت و جان داد. این دختر بردیم، دیروز ما در خاک سپاریدیم. این جوان میگه من سراغه قبرش گرفتم و سر قبر اون دختر رفتم. 3 شبانه 3 روز میگه من خواب نرفتم، در تاری سری وی گریه کردم، از وی بخشش میپرسیدم.
گفتم ای پروردگار، اگر این بنده ای از من راضی باشه، به سبب خواب دیدن یا اینکه به سبب الهامات من خبر که تا اینکه دل من آرام بگیره. میگه 3 شبانه 3 روز خواب نرفته بودم. روز سوم میگه در سر قبر همون دختر سر گذاشتم، خوابم برد. میگه خواب دیدم که این دختر در خوابم در آمد. گو ای جوان، با از من چی میخواهی؟ میگذاری که در همین خانه آخرتم آرام خواب روام. چی میخواهی؟ چشم هامو میخواستی دادم برای تو. میگه گفتم ای خواهر اسلامی، من ببخش، من میخواهم از تو بخشش بپرسم. میگه ای دختر، گو که همون لحظه ای که من چشم هامو برات دادم، همون لحظه من تو را بخشیده بودم. اینجا عیب تو نیست، اینجا عیب من است که من خودم در خد کوچه برآمدم و نمایان کردم و جلوه دادم. از روی دیدن من تو گناهگار شدی، یعنی تو به گناه آلوده کردی. بعد از اون میگه از این دختر بخشش پرسیدم و از این دختر یک خواهش کردم. گفتم ای که خواهر اسلامی، برای من بدبخت گناهگار گمراه یک نصیحت کن تا اینکه اصلاح شوم، تا اینکه بعد از اون حیات ما یعنی خوشبختانه در عبادت و بندگی بگذرانم. میگه این خواهر اسلامی یک نصیحت کرد برای من. گفت برادر، اگر بخواهی که گناه نکنی، اگر بخواهی که دیگر در راه معصیت و گناه نروی، در هر حالت و هر کجای باشی خود را در محضر خداوند حاضر بدان. در هر کجای باشی انیق بدان که خداوند تو را دیده ساده است. ای بدبخت، آیا در محضر خدا، در نزد خدا تو چی نوع گناه میکنی؟ میگه چنین برای من نصیحت کرد و برای من گفت که اگر بخواهی که بدبخت نشوی، اگر بخواهی که حیاتت خوشبختانه بگذره، بعد از هر خطا و گناه، بعد از هر فکر و نیتی بد، نگاهی بد، شنیدنی بد یا گفتنی بد، در حال گفت برادر توبه داشته باش. یعنی که توبه در حالی سبب چی میشه؟ سبب اصلاح انسانیت میشه.